چک مشکی نداره یک داره کشم بیچاره دولین داره یک اون زود نداره یک هستن هروی دانشجویان یک جورات دارن بگیم درآمد خوب داره انشاءالله شاید ویدیو ما سبب شود اما رو بگیم زکات ماشون ندانه کوچشون بگیم برای انشاءالله این نمیشه خب از داره میبینید سلام علیکم برادر جانای ما برادرایی که در مهاجرت چی در جمهوری تاجیکستان وطن عزیز این انا الله همتن نگهبان باشه برادر جانو چه خیلی میبینید نه در پیش همی اوچه جان قرار داره موزی درستی گپ همی فرزند چون بگیم اما اپا مرا چند روزه همی خیلی گفته سای بیین مقصد همی وضعیت ببینید اما همی پیش همی اپا اینا چه خیلی میبینید در اول ویدیو برادر جانو بگم تان که این همی قداروه و کلایی که میبینید همیو دوی ما را از خود دارن چی دارن خیلی با در دوام ویدیو میفهمین چی پلاژن دیدن مقصد یا مجبور شدن که روی اکران ببروین شما بگن که کمک کنین اینا برادر جانا اینا میو همشون دارو کلای همی اوچه جانی که در پیش ما میبینین همی خودشونای اینا اوجت ها و دکمنت های همی داوده دخترشونای کروچی انا بگیم چی های دختر تماگرافی دیگه چی هاشونای اینا رنگین هاشونای برادرو خیلی کدامید که بفهمین این همیجا میبینین نه برادرو کدامید که بفهمین اگر این برادرو این همی همشون همی رنگینوی همی اوچه جونی که میبینین همی خچای انا راستیگه برادرو همی اوچه جونی میبینین یک فرزند داره دختر داره مثال اساس بگیم سه تا دختر داره بچه نداره سه دختر داره خیلی وش قفای زندگی خچونن همی اپایی که بگیم نگاه و بین میکنه مادرشونه راست بگیم دو تا فرزند بگیم دخترچه داره که حالا که با بلوغت رسیدگی شاید که الله که بخت چون بتای روز پگه شوهر کنن با همون خاطر نخواستیم که همین دو تا خواهره که نبردن نشون بتیم باید که شما همین را خوب قبول کنید شما هم بفهمید این چیزه انا همین اوچه همین دو تا خواهرچه که هسته روژه با بلوغت رسیدن اوچه شون مثال همین اپرانی نبردن نشون ندادیم با اون خاطری که شاید که روز پگه دخترچاش وقت شوهر میکنن یک تنه میزنه یا چی برای همین نخواستیم نواردن نشون تیم نباشه اپا خودش همینجا قرار داره در پیش مشتگی همین اپا باز با خودش هم گپ میزنن نه که همه اوزر که نشونش نمیتیم خیلی سببش گفتم برادر جانا باز این اوچه جانم اوچه جان گیرنه که انشالله همش نرم میشه این همین فرزندات میشون همه همیو ما هممون فرزند شما حسابیم انشالله همش کمک میکنه باز کارتاتون هم میمونیم همین برادرها دستگیری میکنه انشالله یا بعد دواشون میتی انا برادر جانو برای همین اپا جان نشون ندادیم از این میکروفون هم میتیم اپا جان از همش با خودش پرا کده میفهمونه مثال چیزی را که ما را فهموندن من میتونم همون چیزا را از بگم که باید همین خودش بفهمین همین اپا با خوب میشه باید برگه اوزر که ما نمیتونیم اپا خچه نشون بتیم خیلی دیده سین همه چیامون هست بگیم که اثبات که کدیسیم شما دکین همین در حقیقتا بگیم چی هم محتاجن این خونهایی که میبینی برادر جانا کوارتیر هم میشینن باز یه اپا خودش میفهمونه یا دخترچهشون مقصد کدام مگزین در کار میکنه اکه 1200 سون میگیره پلی کوارتیر هم میتن کوارتیر را بتن خروکه در نمیرسونه خروکهشون هم بگیرن کوارتیر در نمیرسونه یا دارو و کل نمی اوچه جان در نمیرسونه پدرشون هم کسل در کدام بالنسه خاطیرون بروان و زمشه باید اپا میفهمونه خب برادر جانا ویدیو رو تا آخر کدامید که لایک نموندین میدونین که لایک هم میمونین همین لایک شما سبب میشه یا کامنتر خوب شما بگیم سبب میشه که ویدیو ما پهن میشه دیگه برادرای خیرخواه میبینن من مثال گپای قبیل ننویسونین که مهاجرا در این وضعیت شما با میگه کمک با ما میگم که من فقط برادرای خیرخواه گفتم این منوی مهاجرا نگفتم الله همه مهاجرا را نگهبان باشه ما هم وضعیتشون هم میدونیم برای همه هیچ وقت نمیگم مهاجرا کمک کنن هست نفرایی که در همین تاجیکستان بگیم یا تجارت دارن بگیم درآمد خوب دارن انشاءالله شاید ویدیو ما سبب شود هم برادرها بگیم زکات مالشون در همین اوچه جان بگیم برسونه انشاءالله خب باز این همین اپا خودش همش پرک هم میفهمونه باید برگه اوزر که ما با همین سبب نخواستیم همین اپا را در سیونکه نشون بتیم همه برادرها را بفهمون السلام علیکم اکو دادر و خلق مهاجر ما هم
چه کسانی داریم آوردیمش در همین خونمون ما نه که داریم نه دار داریم یا تا کسانی داریم برم جگرش آب داره نمی رو سوار کنیم کلوب روی کدیم او شمان سرو گفتن همین چه ما در همین خونه ما پیش شهیدی رمضان آوردیمش در همین چه هفته نگاش کیم این همین چی کاغذی که در همین روی پیش تلفن ماندگی میبینین همه میرم ما در رمضان گردوندیم باور کنش میشه که دو سه بار ما نمی سویتسکی میبریم ولی ممکنه اون دخترها در تلفن ببینن هم یه چای مرا بدونن استقلالش میبریم روی که ما پول نداریم شرایط نداریم و چای مرا یکم بندیسه قبول نمیکنن جیگرش گفتن کساله بردیم دکتر شلنگ زاروندن قرد کردم تن جیگرش نیست رو ده 12 انگشته شد تلخش سنگ داره شیشوش کساله باید دبنیسه خوابش کنیم میگن ششم کارپس دبریم خواب کنین اول شیشوش توبت کنیم شیشوش توبت میکنیم شیشوش کفتر سوز شو باید داریم اپیراتسه کنن رو ده 12 انگشته شد تلخش سنگ شد بگیرن التماس میکنم خداوند 1,000,000 تومن خدا برکت تومن داده خداوند اول دولتی ما را تینجی و امانی بگردانه پروردگار فرزندای مهاجری ما را ساق سلمان در بالای فرزنداشون بر بگردانه چشم دشمنای ما را کور کنه و خداوند مهربان هممون در پناه خودش امانت نگه بداره التماس میکنم دادر جون و چه که مرا کمک کنین و چه که من پیر نیسته و پچلای که در اونجا خواب میبینینش نه و 63 ساله اینی خوردن که در دولتی فرزنداش بود یکی چکار کنم پدرم رفت این روز پدری مرا میدیدید ای غم یا چه مکنه تانیستند کس همدیگریش نگاه که یا چه جدا که امروی کردیم التماس دادر جانوه که خلقی ما را میبینید مرا زورم آمده است من در روی اکران نمیتونم که دو تا دخترچه دارم سه اونو فرد و من فرزندم با اویلا بتونم یه وقت تنساری مردم میشم فرزندم گفتن نتونستم التماس میکنم که چه که مرا نگاه کنید و چه که من هیچکی نداره یک که داره کشم بیچاره دولینی داره دیگه یگان زاد نداره غیر یک که نمی دختر پرشکسته ایمو یک گودک چه ولیتی 8 ساله داریم در خونه نمیاد چم نگاش میکرد التماس که داده رو چه که مرا یاردم کنید برادران اختون دیدین اگر ما میدونم این چیز این وضعیت اگر نامسلمان بینه حتی اما هم بگیم رحمش میوید نه که الحمدلله ما و شما مسلمانیم اگر همی کرده در 1 سوم که داره همون 1 سوم اگر پرتای اگر هم ویدیو را لایک منه خدا که پرسما تریخش رو بگیره که تستر یوردن برسته همی اپا جانو ده انشالله که 1 سومی که هر یک همو آدم بپرتویه انشالله مبلغ بگیم همی اوچه جان میبرویه انشالله خیلی سبب شا گفتیم برای چی اپرا نشون ندادیم خودش هم داشت سبب گفت خواهش میکنم گپای بیزب نگیم برادرها همش فهموندیم نباشه اپا خودش نیمه برومد گپ میزدک نکینه وضعیت گفتیم که بچه بگیم مقصد قطعی ما نموندیم اینجا نشون بتیم او خواهر جانو را نشون ندادیم به او خاطری که امو به همه ما و شما را مثال خواهر خودمون حساب میشود برای همین گپای قبه نگیم برادر جانو اینا همش نشون دادم کوچه جان کو امی برادرایی که فرزندت میشن چیشون گفتنی گپ زنین کوچه جان میکروفون از گپ زنین کجا ده کوچه جان در دو تبگو کجا درد میکنه نه بچه های مهاجر همش میبینن شما را انشاءالله خداوند خواهد نگو بچه ندارم همه نمیا بچه های تو انشاءالله یکتش سبب میشه تا نگاه میکنن یاردم میکنن کوچیشون گفتن چنگی پرش کستن این همین ما این همین تماشابینا همش فرزندا تایو چجون گریه نکن انشالله همه همیو دستگیرید میکنن همش کوچیشون گفتنی گبزه و چجون گبزه گبزه بگو گبزه کجا در میکنن با بچه ها گبزن بچه ها گوش میکنن یاردمت میکنن میبریم بنیسه بیو که اکه وضعیت خاله جان هم فهمیدن در کار برای نمیکنه وضعیت این خاله هم فهمیدن در کار ایو چه جان خودش مقصد خیلی همه باید این چیزا بدونن همه مادر داریم همه زن به دنیا اومدگیم خودتون میدونه برادر جانا انمی عورتی میبینین مادر ما و شما
ای برای الله کدامید به خدا قسم میگم من اینا با چشم اومده چه دنوار دیدسته من این چیزا از با چشمم دیدستم کدامید که باور نمیکنین از این همین اپاجون از نمرش میگه نمره کارتش این نمره تلفن همه را میگه زنگ بزنین همین وین گرادوک شهر دوشنبه دیپرازم هم میگذاری وین گرادوک کدومی شهر دوشنبه میدونه دوشنبه خودش قریب 1.5 میلیون اهالی داره 1,300,000 شیدگی دوشنبه خودش نه خو همین 1.5 میلیون یک تاش نشوه نه در همین اپراوی نکنه کدامید باور نمیکنین برادر جان بیاین یا برختون با چشم ختون ای پیش بینین بعد انا ولده اپرم ای پیش میبینین قچی هم صحبت میشین کدامید که میتونه برای خدا یگان پاکت یگان اقلا پروداکت هم بگیرین بیاین بگذار هیچ کی نیاوردین امی برای خدا بیاین ای حال امی بیمار بگیم خبردار شین امی هم خودش بهترین ثواب ان شاء الله اپا جان امی نفرایی که خیر میکنن اوجه الک کدامی که اول تماشا کرد امی نوارا اوجه چند کس بگیم خیر کرد کارتاتون اوجه گذروندن شما آموده چی دعا دادن این اپا جان خیلی گفتنیم که خداوند مهربان برکت شما بده پروردگار ما در یک میتن و رحم هزار بده در پناه خودش نگهبانشون باشه چشم دشمناش نکور کنه ای فرزنداشون سیرشون بگردونه پروردگار به اقبالشون نکنه خداوند یک کو یگانه همه غریبای ما را در پناه خودش امانت نگه بداره خدایا خداوند ساق سلامت به بالای فرزنداشون بر بگردونن چی خیری که در دفتر اعمالشون گذروندگی پروردگار او را توشه راه او دنیاشون بگردونه خاری دنیا و دنیاشون نکنه پروردگار وطن ما را تنجی و امانی بگردونه و خدایا خداوند چشم دشمن کور بگردونه به اقبال ما نکنه خدا برکتشون بده پروردگار ای فرزنداشون سیرشون بگردونه از او رحمت گفتنشون امین برادر جانا خیلی میگن که درخت با آب انسان با دعا میسبزه انشالله که نمی اپا جان دعا داد مثال خیلی وضعیتی اوچه جان نمیدونین اوجه ای هر یک ما و شما را اوجه با دلش دعا داد گوشش نمیشنوه گوشش نمیشنوه بی دهن میجنبه که فقط نگاه دارد دهنش ما را نگاه میکنه ما را نگاه میکنه اگر او را گوشش بشنوه و بدونه که خودش میخیزه گه میزنه نکی فراد نمیتونه توالت خبیده او چه میخیلی زنگ نبود بی یک بار آوشی نمیتونه جاش میخیزن میش ای روی کی اجلکش پریستو میگیره تلخش میگیره نمیخوره دهنش چیزی رمونه دلش میشوره میبرداره لبی از سرخون میمونه میگه نمیتونه یک مرا میگه چی به مرا یک دکترا میبرید مرا دکترا چی میگه که من کم ترکساز نمیشم که خورده بتونم میگم موچه جون تا میگن 100% تا میگن سازی اگر دل جگر یا چای ما بود چی روی شرایطی نمیرسیده که چند سال شد که من میدونم که نفرایی که مثال خودمون تماشا داره همین نوارده بعضیش اوچه هاشون ایدنیا رفتگی من میدونم این چیزا بینه دلش طاقت نمیکنه داجه اما آدمایی که نفرایی اینا من خودم الحمدلله اتا و چم بگم پدر مادرم زنده انشالله در قید حیات الله عمرشون دراز کنه انا من خودم به خدا قسم در همین حال دلم طاقت نمیکنه خیر به مردک میگه چی نمیزبه نه که وقتی چخیل بگم رحمت که بیاید دیگه او مردی و زنی نداره گریت میگیره نه که کو آدمی کمتر بناموس باشه من باوری دارم یگان کامنتر بزب نمینویسونه برای که اوچه جون در این حال میبینه چخیل ناموسش میورداره دستش میروه یا گپی بزب مینویسونه انشالله که هیچ کی نتونه در حقش دعای نیک میکنه انشالله یا اینکه میاین همین دوشنبه دن قدمش باشه در همین دوشنبه میاین انشالله که با حالتون خبردار میشه یگان پروداکتتون هم میاره میدونه که هیچ که خونتون در کار نمیکنه مثال از خودت یه جا ببروی کار کنی اپا مثال یا چه جانا کی نگاه میکنه نگاهش میکنه اگه نمیو ای روی دادر جان نمی دست نرسیدن سومی نداشتنم که من خطی هم یا چه دکتر چیدم کلاش خودم میکنم نمیبرم یگان جا چیزی که باشه خودم داروش هم میتم من یک دخترم دادر یا پوم در اینجا بود یا پوم در کلاب میرفتم در کلاب 3-4 روز نگاهشون میکنم من دو تا دختری کلان دارم نمیتونستم با درام راه میگرفتم با اجاره میآوردمشون میگفتم که چه جان بیاین خبرم داو جان نگاه او چنین خیلی افغانی بعد نبود و چه جان دخترای ما یکی کلان شدن چشمی کلانتر امی هممون چشمی کلان دوربینی سر اونو میگویه به کلانتر در خانه است ببرم ببرم اینه که با سایه کلانتر که باشه در اون سایه میشینن برای نمو من میوره آوردم ای مجبوری دنم اینجا نگاه دارم در تر میخریم قوق میخریم دنم یک جا میشنی میخریم بگم چه جون خداوند شفا را خودش میتوه و چه جون
با همین در شوی دراز که خواه ندارن نمی شوی دراز میخیزه در جاگه میشنه افت میگه تک سرش ایس میپرد یا اوس میپرد میخیزه بخیه و کارم که باور که دادر شیده نمیتونه در جاش ای دسته انالگین دیمدرال کال کدن گوید انالگین دیمدرال میکنی درمان میشه تنوی همه درمان چیدگی نمیتونه شیده میخیزه میلنگه میگه بیزار شیدم مکه سوز میشه انشالله اپا جان همه خوب میشه او شید بود شیده ولی نگه که اپا که من میدونم ولی شاید که کامنتری ده ولی با می نویسن هست نفری که در همین حال هم رحم نمیکنه گپای بزرگ نه که الله شاهده ما ولی با ما دنی می نویسن ایت حرام خری به نام الله قسم ایکو ما ایگون کس بگیم رزق اجداد نمیکنم رزق مرا الله میتاب خب برادر جانا برای همین خواهش میکنم گپای بزرگ ننویسونین انا خیلی خیلی نشان دادم این همی خیلی حالای انا بخشش که یو چجان مقصد از چه خیلی اپا فهمدک حتی گوشاش نمیشنوم بگیم گپ زدن نمیتونه خشرو برای همین چیش نکردیم گوشاش نمیشنم نگاه که گپ میزنی طوری سرش دارم تا نگاه میکنه گپ میزنی با گپ زنی که گپ تا نگاه میکنه اکی خیلی نمیشنوه اینه که صوب نشنوه دبیخ گوشش گپ زن میفهمه نکنه تروی نواز خودمون گپ دیسیم که دهمونه میفهمه خلاص بچه جان دو بتی بچه کره دو بتین دو بچه ها را دو بتی دو شبتی یه روز بگیم دو بتی دو بتی یوم وطن جهت بابا بپرد گل کریم مردن لطفا سیتون عوض بخیرن جوان بایدانم نفیو من ای پردن آمین ای رحمت کلام خدا جون ای الله ای انشالله نفرهایی که مادر دارن انشالله این چیزا رو میفهمن این بینه برادر رو استخوان و پوسته تمام در وجود گوش نمونده فقط همین استخوان پوست تمام خیلی انشالله که کمک میکنن انشالله که کمک میکنن خب خاله جان همون کارتای دشنبه استیتون رو بیاریم اینا برادر جونای نمی کارتای دشنبه استیتی ای با کدام نمبر توی که دشنبه استیتی بابیلون 988 میکروفون کار 988 83 32 84 بویا برگرد 988 83 32 84 اینا برادرها شنیدین بعد اپا جان امی کد کارتاتون خطون تکرار کنید که بعضی نفر بعد ما بگم نگه کارتای خطای همون کد چه خط میگه 97 62 0001 19 79 28 27 خب اینا برادرها کارتای خچونای انا بعد چیزای خاله جان که کدومی که زنگ میزنن مثال بازی خطون میدونه ماشینیکو برومگه روسیقه دیگه میزنن میگه ما 6000 میپرتم 4 رقمه نه پاسپورت نه یکمش دیمش که سابشن میاد امین نمرای چند بود نصد چند بود 988 83 32 84 انا می نمرو دا سابشن کد 6 رقمه میاد کدومی زنگ میزنن میگه ام کد بده یگون انسان دا کد نته مثال بعضی ماشینی که زنگ میزنه دروغ تاجیک خدمت زنگ میزنه میگه ما همکاری همو یاردمچی بابو جان میدیم همو کد بابو جان پرسیده بگو بابو جان در کار باشه خودش زنگ میزنه یگان انسان اینو ما گپ میزنه فرق نداره با میگم اپا جان که اگر ما خودم زنگ بزنم مرا کد نته این مرا کد نته ولی او با اینو ما گپ میزگی یا طرف یگان انسان کد نته ان شاء الله چند قسمی که جمع شد سوق سلامت که اومدیم همینجا رسیدیم با میام امور یک جا میریم دشنبه سیتی میگیریم میام در همه برادران نشون میدیم که مثلا همین چجونده چند سوم جمع شدگی همه در بعد اونجا نشون میدیم مردم خیرخواه ببینم اینا برادرها کارتک انشالله که کارتای همین چجون خچاینا همین اپای چند سومی که خیر میکنه برای خدا راست به همین خچونه میاد پیش خیر کردنتون برادر جونا اول رقماش از زنگ بزنین بگین که اپا جون همین کارتای خطونه مثال سوم خطون در میوه یا نه اول بپرسین نمرش در زنگ بزنین
گفتی گپا با حال یه اوچه جان خبردار میشیم بهترین ثواب بعد بپرسین که همه خیر ما بختون نمیاد ها کی گفت بعد بگیرین خیر کنه برادرو هوایی نپرتین. خب در جای هستن برادر جونو الله همتون نگهبان باشه. خیر کدومید که تا این همین چند مینوت بعد ویدیو الک خیر کده یا بعد تماشا کن خیر میکنین الله خیر همه تا قبول کنه. باقی در هر جای هستین چی بیرون وطن یا در این وطن عزیزین الله همه تا عمر دراز بده تن صحت بده خداوند همه تا نگهبان باشه. در پناه خدا باشین برادر جونو. خداوند برکت جون.